السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد جان عزیز، علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان در همین خونه 4 تا ماشین قیمت دارم، ولی یگان با زکات سپردگی نیستم. همین پولش تو همین 85 گرم کیلو هست. معلم جان که سپردگی نیستم یگان برای زکات. باید من چند قبل در مدت 3 سال ماشینی چه خیلی است و ماشین درزوزی معلم جان درس دوزی زکات ندارد خواهرم. ندارد؟ نه درس دوزی زکات ندارد. شما آن را برای استفاده خریدگی هستید. اگر من قیمت شود میفروشم گفته خریده بودید، همچون تاجر حساب میشدید، زکاتش بود. و برای استفاده اگر هر چیزی که خریدید، مثلا 3 تا ماشینی حتی چی دارید، ماشینای عادی که اون رو در کوچه میرونید، با آن هم زکات نیست. یعنی ماشینای درس دوزی زکات ندارد. تمام. معلم جان یک سوال دیگه. معلم جان یک خواهر سوال کردن که 5 تا فرزند دارن، اما شوهرشون جواب داده بوده که خودکارمون خودتون برآمده روید. اما این میگه که در سود هم میگه خواهرا گفتن یاردم کنه، میگه که ما یاردم کنیم گناهگار میشین در همین جمع خواهرا و پول ادوکات میگیره. گناهکار نمیشود، برای اینکه شوهرش به این چیز حق ندارد اصلا. بعد از پدر و مادر جدا شدن، تا زمانی که زن شوهر نمیکند، کودک با مادر میستد. این حکم اسلام است. پیامبر صلی الله علیه و آله میگویند مادر به کودک حقدارتر است تا زمانی که شوهر نکرده است. وقتی که شوهر کرد، انا بعد از این به کودک پدر حقدار می شود. و اینجا شوهر به این هیچ حق ندارد که بگوید فرزندان رو بمان و برای او رو، به این حق ندارد. و اگر از طریقه سود این کارش حل شود، هیچ گناهکار نمی شود، خواهرای هم گناهکار نمی شوند، چون که به یک مظلوم کمک کرده ایستادند.